سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز بلاگ فیلم برداری داریم، فیلم میز غذا. دقیقاً لوکیشنمونه و بچه‌ها موالن و خلاصه که داریم فیلم میسازیم. بنده یکی از بازیگران و بریم بیرونم ببینیم. بازیگران بچه‌ها منشی صحنه گیریوره یکی از بازیگران و قصه اصلی ماجرامون غذا. قراره که تو فیلم غذا بخوریم و چی از این لذت بخشتر؟ واقعا هیچی از این لذت بخشتر نیست. واقعا هیچی از این لذت بخشتر نیست که تو فیلم غذا بخوریم. دقیقاً. آره. بی‌نظیره. آقا رضا برو جا تعمیراته. بناز ادیسون کی بودی تو؟ بلند جواب و فیلم بردارمون صدا بردار نه فیلم بردار ولاگ بود. مخلص. آقا رضا یکی از بازیگران برجسته سینمای ایران. بعد از آقای هاشم‌پور دیگه مانندی، چون ایشون نداشتیم که رضا جان ظهور کرد. آقای پاپت آقای ما دهن ما رو خب این ایشون صدا بردارمونم، فیلم بردار برجسته هم هستن. بله ادامه ولاگ اینگونه داره پیش میره. عرفان بیا. استراحت ما بین فیلم. عرفانو بگیر. عرفانو بگیر. هر حالت میکنه. چرا؟ برو چی می‌خواستی بگی حسین؟ خواستم بگم که من دستیارتون بردارم. برداره. نه چی ایشون بازیگره. من دستیار کارگردانم اصلا. چی بگی؟ ای خدا. این بلاییه که بعد از 16 سال سر ما اومده و اینم بچه همون بعد از 16 ساعت همه خسته و کماکان باقی مونده پلن هایی که باید بگیریم. این هم اتاقی که گند کشیده شده قشنگ.